السلام علیکم داملای عزیز. التماس همین روز با سوال من مصلحت آمیزی من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمییابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من عائله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیزی ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مرد نکو، اندرین عالم است دوزخ او. زنهار بد قرین بد زنهار، وقین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته است خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار به منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش را به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است.